سلام، امیدواریم که حال دلتون خوب باشه. اینجا روایت مردانی است که زندگیشان با دام و زمین گره خورده، بزرگانی که با تلاش و پشتکار ستونهای صنعت دام ایران شدند. در این مجموعه همراه شما می رویم به قلب دامداری‌های بزرگ کشور. پس با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهندس یزدی عزیز. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خواهش می‌کنم. افتخار دادین مجموعتون رو ببینیم، با خودتون صحبت بکنیم. ما داشتیم یک کتابی طراحی میکردیم در مورد بزرگان صنعت دام. یک سری سوال ها آماده کرده بودیم، گفتیم برسیم خدمتتون، یکم بیشتر با شما آشنا بشیم و یه بیوگرافی ازتون داشته باشیم. منم سلام میکنم متقابلا، خیلی خوش آمدید. ممنونم که برای کتابی رو که مد نظرتون هست مجموعه ما رو هم قابل دونستید. در خدمتتون هستم، امیدوارم که بتونم درست جواب سوالاتون رو بدم. خیلی هم ممنون، باعث افتخاره. ممنون میشم مهندس خودتون رو معرفی بفرمایید. نام، فامیل، زادگاه. من وحید یزدی، متولد 1346. بله. اصلیت پدری خب یزدی هست، ولی خودم متولد تهران و بزرگ شده تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر هستم که مدت 16 ساله که در حقیقت میشه بگی که وارد صنعت دامپروری صنعتی شده. خیلی هم عالی. چطور شد این صنعت رو شروع کردین؟ یکی دو تا دلایل متعدد داره، ولی شاید دلیل عمده‌اش اتفاق بود. البته یه علاقه هایی، من یه جایی کار میکردم، اون مجموعه دامداری صنعتی داشت. بعد از کار معمولا میرفتیم توی اون دامداری به عنوان تفریح، ولی اونجاها یه جرقه هایی تو ذهنم شده بود که اگه فرصتی بشه شاید خودم وارد این صنعت بشم و خوشبختانه یک دو سال بعد این اتفاق افتاد. خیلی هم عالی. دقیقاً از چه سالی شروع کردین؟ دقیقاً سال 89. 89. اینجا از این طرح‌های زود بازده بود که مجری قبلی نتونسته بود ظرف 5 سال اینجا رو به جایی برسونه، ولی ما اومدیم طرح خریداری کردیم که عمده‌اش هم در حقیقت بانک ملت استارت این طرح زده بود. تونستیم طرح رو راه اندازی کنیم، کاملش بکنیم، به صورتی که خب امروز بیش از 2500 تا دام سبک و سنگین اینجا وجود داره، نزدیک 1100 تا در حال حاضر می‌دوشیم. رکورد و چربیتون به چه صورتیه؟ با توجه به گرمای هوا و این بی‌برقی‌های اخیر الان در حال حاضر بین 39-40 هست رکوردمون. چربیمون هم بین 3.7 تا 3.9 بازی می‌کنه. بدترین اشتباهی که تو این صنعت داشتین چیه؟ نمیشه بگیم اشتباه ما، شاید مثلا سرعت رشدمون رو باید بیشتر میکردیم. رشد کردیم، از 89 ما شروع کردیم، الان بالای 1100 تا میدوشیم. این میتونست بیشتر باشه، یه جاهای خودمون کندی کردیم، به جایی هم شرایط مملکت رو میتونست اینجا رشد بیشتری بکنه، یعنی پتانسیل بالقوه‌اش رو داشت. هدفتون از این صنعت چی هست؟ فکر میکنم بعد از صنایعی رو که ما به دلیل داشتن مواد اولیه خدایی مثل نفت، گاز، به تبعش پتروشیمی، فولاد، فلزات، اینا رو که داریم، وجود اینا خودش مزیت ایجاد میکنه. بعدش ایران با توجه به اینکه کشور حالا کم آبی هم هست، صنعت دامپروری من فکر میکنم بیشترین ترنوور رو داریم و با توجه به اینکه این صنعت خب پایه تولید غذای کشور هستیم. بله. ما پتانسیل بالایی رو داریم که بتونیم، مثلا الان متاسفانه داریم واردات گوشت میکنیم، در صورتی که با یه ذره برنامه‌ریزی بهتر حتی و مدیریت بهتر آب میتونیم ما صادر کننده گوشت باشیم. کما اینکه من یادمه که زمانی که دبیرستان میرفتم تو دهه 60 ما وارد کننده کره و لبنیات بودیم با جمعیت هولوش 34-35 میلیون. امروز با همه مشکلاتی که گذشته با 85 میلیون خیلی جای تقدیر و تشکر از همه دستاندرکاران این صنعت داره که تونستیم به عنوان یکی از قطب‌های صادرکننده لبنیات تو خاورمیانه در زمینه کره و محصولات لبنی باشیم. چه بسا بعضی از شرکت‌ها تونستن، شرکت‌های لبنی، فراتر از خاورمیانه هم قدم بذارن و محصولات خودشون رو صادر کنن و این به نظر من توفیق خیلی بزرگیه که کشوری که 30 میلیون جمعیت داشت وارد کننده بود، امروز با 85 میلیون جمعیت تبدیل به صادر کننده شد. یه صنعت بسیار مهمیه. به هر حال گاو به نظر من تمام ضایعات و پسماند کشاورزی رو میاد مصرف میکنه و اینو تبدیل به 2 تا
محصول پایه و اساس پروتئین حیوانی که همون شیر و گوشت باشه می‌خوره، که اگر نبود یه وقتا بشر می‌خواست با سبوس چیکار کنه، می‌خواست با پسمانده تفاله چغندر چیکار کنه، با پسماند دانه‌های روغنی خواست چیکار بکنه. این حیوان هستش که در ابعاد و حجم وسیع کل این پسماند رو مصرف میکنه و تبدیل به 2 تا ماده با ارزش شیر و گوشت میکنه. ممنونم. و اینکه دوست دارین دامداری رو توسعه بدین، تعداد دست خاصی مد نظرتون چند سال آینده؟ اینجا شرایطش هست کشید تا 5000 رأس رشد کنه، یعنی یه تبدیل بشه به 2500 تا گوشا. منتها خب شرایط اقتصادی، وضعیت بانک‌ها اینها اگر که به سمتی بره که انشالله یه نگاه ویژه‌ای به تولید بشه، آره اینجا پتانسیل اینو داره که تا 5000 رأس رو خیلی به سرعت به اصطلاح بره. چه چیزی رو با این سنتون دوست داشتین زودتر بفهمید؟ من کاش زودتر میفهمیدم که تو زندگی سعی کنه آدم حاشیه ها رو از خودش دور کنه. اگر حاشیه تو زندگی خصوصی کاری اینا نباشه و آدم تمرکزش رو بذاره روی هدفش، حالا اون هدف هر چی که هست، یکی درس میخونه دنبال تحصیلات عالیه است، یکی کار میکنه تو بازار، یکی بیزینس میکنه وارد کننده است یا صادر میکنه. معمولا متاسفانه اون چیزی رو که من دیدم، آدمای بزرگی رو حتی دیدم که میتونستن بزرگتر شن ولی اسیر حاشیه ها شدن و این حاشیه ها اینا رو یا متوقفشون کرده، چه بسا که حاشیه های وقتا باعث شده مجموعه های خیلی با ارزشی از بین برن. خودم درگیر حاشیه نمی‌کردم. ای کاش خوبیه. آره ای کاش خوب. موفقیت رو چطور معنی می‌کنی؟ من موفقیت رو مطلق نمیدونم. موفقیت نسبیه به نظر من. یعنی هر آدمی ممکنه نسبت به دیروز خودش موفق‌تر باشه ولی نسبت به فردای خودش هیچ تضمینی نیستش که موفق باشه. برای همینه که تو زمان حال اگر تصمیمات درستی بگیره آدم که بعداً خودش بیاد یه خطکشی دستش بگیره ببینه که خب نسبت به دیروز بهتر عمل کرده و نتایجش رو ببینه، میشه بگویم موفقیته. وگرنه موفقیت رسیدن به یه تارگت مشخصی نیست. ممکنه من به اون تارگت برسم ولی باز احساس موفقیت در اون هم شکل نگیره. یعنی یه امر درونیه موفقیت، به شرط آنکه شما نسبت به گذشته‌ات کاملتر بوده باشی دیگه. مشکلات قبلی رو حل کردی ولی مشکلات جدیدی که سر راه میاد که میطلبه شما دوباره حرکت بکنی، اونا سر جای خودش هست. دقیقاً. در واقع یعنی اینکه من هر روز خودم رو رشد بدم. هر روز الان هم که سرعت زیاد شده، ما مواجه هستیم با استقرار تکنولوژی نسل پنجم. تکنولوژی نسل پنجم هم به نظر من نمادش رو تو ایران میشه با هوش مصنوعی فهمید و حالا یواش یواش ماشین‌های برقی که من فکر می‌کنم به سرعت تو سال‌های آینده جایگزین ماشین‌هایی میشه که سوخت فسیلی مصرف می‌کنن. به خاطر مسائل محیط زیست و اینا خیلی مسائل زیست محیطی اهمیت زیادی داره روزانه پیدا می‌کنه. سخت‌ترین تصمیمی که گرفتین چی بوده؟ این بود که کلاً سوابق 20 سال نفت و گاز رو شما یهو عوض کنی، وارد یه دنیای جدیدی بشی. همیشه به اصطلاح میگم من از نفت و گاز اومدم تو شیر و گاو. در حقیقت گاز و گاو یه دونه نقطه بینشون فرق بود. اون گاو بود، این گاز بود، به حوزه داشتن و نفتم سیاه بود، شیر سفید بود. ولی خب این صنعت کجا و اون صنعت کجا؟ شاید بزرگترین ریسک زندگیم بود. خیلی هم که ریسک خوبی کردیم به نظر که خدا کمک کرد و دوستان خوبی در کنار ما قرار گرفتن و محبت کردن. به هر حال تونستیم به عنوان یکی از اعضای کوچیک این خانواده که داره روزانه 40 تن شیر غذای مردم رو تولید میکنه تا امروز، تا این نقطه نسبتاً موفقم. خیلی عالی. آرزو میکنم، دوست دارم جوانای مملکت، اونایی که الان میخوان شروع کنن و به اونای توصیه‌ای بکنم که اسیر حاشیه، اسیر مسائل روز کشور، اسیر مشکلات نشن. بریم تاریخ رو بخونیم، هر مملکتی در هر مقطعی مشکلات و موضوعات خودشو داشته. مهم اینه که تو اون لحظه، تو اون زمان راه حل رو پیدا کنه و هر لحظه‌ای با همه مشکلات به نظر من آدم‌ها باید بهترین خودشون باشن. دقیقاً. دیگه مهم نیست بقیه
چه اتفاقات سیاسی میفته، چه اتفاقاتی بیرون اینجا میفته. چون اتفاقات سیاسی یا ریسکای سیستمی که از بیرون به آدم تحمیل میشه، من روش نمیتونم نقشه داشته باشم، کنترلی روش ندارم. هیچ کنترلی روش ندارم. من باید سعی کنم بهترین خودم باشم. خیلی عالی. حالا در هر نقطه‌ای که هست. دستتون درد نکنه. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما دادید. ان شاءالله که موفق باشین. دست شما درد نکنه. بله، این هم بخش کوتاهی از زندگی یکی از بزرگان دام ایران بود. امیدواریم شنیدن این تجربه ها براتون مفید بوده باشه. منتظر قسمت‌های بعدی باشید، چون ما تازه شروع کردیم.